امروز در ارتباط سوالی که دوستا از ما کرده که آیا درآمد شما ماهانه است و یا چگونه شما کسب درآمد میکنین و درآمد شما از چی است. هی سوالا چند سوالی که از من به می شکل مطرح شدن، من میخوام در ارتباط صحبت کنم. البته دوستان عزیز، ما با بزرگترین کمپانی ژاپنی که قدامت 50 سال داره ما کار میکنیم و این کمپانی حدود 7 سال میشه که بخش مارکتینگ خود به طور آنلاین شروع کردن که ما به بخش ادورتایزینگ این کمپانی فعالیت داریم و همچنان ما با کسانی که علاقمند باشن و بیاین بزنس آیدی خود بیره، ما علم دیجیتال مارکتینگ آموزش برشان میدیم و زمانی که ما علم دیجیتال مارکتینگ برای ازنا آموزش میدیم، هزمی طریق ما کسب درآمد میکنیم و مستقیم از طریق کمپانی بر ما کمیشن روان میشه و البته کمیشن ها به هر مملکت فرق میکنه. در استرالیا مثلا، در استرالیا وقتی که ما کمیشن دریافت میکنیم مستقیم به حساب بانکی ما روان میشه، ولی در کانادا و امریکا به طور چک برشان ارسال میشن و هر قدری که ما تعداد و افراد زیاد را ما آموزش بدیم در علم سوشل مارکتینگ، ما با مقدر درآمد ما بیشتر میشه و البته هر کدام ما که در این دیجیتال مارکتینگ کار میکنیم، هر کدام ما به رتبه های مختلف هستیم و هر رتبه‌ای که بالا باشه او کمیشنایش هم بالا می باشه. اگر شما هم علاقمند هستین که علم دیجیتال مارکتینگ بیاموزین، لطفاً اسم ایمیلتان برای ما روان کنین تا ماش معلومات برای شما روان کرده بتوانم. تشکر از وقتتان.